در وزن تا 66 کیلو یوکوبجون بوکیف پهلوان نامدار تاجیک با پیراهن کبود میبراید بر مقابل یوکوبجون بوکیف سعیدابورورov مبارزه میبرد. سعیدابورورov پهلوان است که شهباز شهر دوشنبه را معرفی میکند. بسیار پهلوانان نامی را مغلوب کرد، مخصوصا محمد را شکست داد، مبارک قدم را شکست داد و چند دیگران را. برای دیر سلام کردن. بله، دوباره مرکز برای هر دو شیدا داد. برای دیر موندن هم باید شیدا میدادن، یک شیدای دیگر، چون که هر دو رو دراز آمدند. اما بوکیف فکر میکنه آن اکنون بیدید بوکیف در حال در میان داشتنم یوکوبجون بوکیف همتا ندارد. بسیار پهلوانی خوب است. به فکرم داوطلبی اساسی برای به دست آوردن مدال طلا یکی از آنها یوکوبجون بوکیف. من این فکر من است، شاید برای چین سعیدابورورov شاید شهباز باشد یا دیگر و دیگر باشد. بعدی نخری تولدینم بیرگایو کریمو میرزایو کریمو تولدینم. آفرین. من اکنون دیدید یوکوبجون بوکیف کار رو انجام میدهد که کسی انجام داده نتوانسته است. خب فینالی برای به دست آوردن اندیشه من اکنون درست برآمد. بوکیف یوکوبجون داوطلب اساسی برای به دست آوردن مدال طلا. در آنجا